مسئله بعدی که این هم جزو چیزهایی است که خیلی مهمه، مسئله اقتصاد کشوره که دیگه حالا بحث‌های زیادی در این زمینه کردیم. آقای رئیس جمهور هم تو صحبتشون مفصل پرداختن به مسئله اقتصاد و کارهایی که باید انجام بگیره. خب البته ایشون مواردی رو ذکر کردن که باید این کار بشه، باید این کار بشه. مخاطب این بایدها کیه؟ خود ایشون. یعنی این بایدها رو هیچ کس غیر از خود آقای دکتر روحانی و تیم کاریشون در دولت 12 هیچ کس دیگه یعنی قالب این کارها رو، حالا بخشش ممکنه به مجلس یا به قوه قضاییه یا به بعضی جاهای دیگه ارتباط پیدا کنه، اما عمده‌اش کارهای خود مسئولین دولتی است. این بایدها رو اینا خودشون بایستی انجام بدن. اینا واقعیت مسئله اقتصاد خیلی مهمه.